السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان و برادران عزیز، الله سبحانه و تعالی همه ما و شما را توفیق بندگی عطا بفرماید و در این ماه شریف رمضان الله سبحانه و تعالی تمام عبادت هایی که میکنیم الله همه عبادت های ما و شما را مقبول بفرماید. در این ماه انشاءالله که هر عملی که خیری میکنیم انشاءالله که مبدل به هزارها میگردد. از همون خاطر ما یعنی فرصت را از دست ندهیم. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرموده است که والذی نفس محمد بیده، قسم به آن ذاتی که میگه جان محمد در دست اوست، یگان چی کم نمیشه از ملک و مال امتان من هر وقت گناه صدقه میکنم خیر میکنم. راستیش الحمدلله که هر یک ما و شما مسلمان هستیم، برادر مؤمن است. الله حتی در قرآن ذکر میکنه که انما المؤمنون اخوه، بدرسی که همه مؤمن ها برادر هستند. الحمدلله که هر یک ما و شما برادر هستیم، باید در دستگیری همدیگر باشیم. بسیاری اپا و خواهرها و اکوها دادری ما و شما نیازمند هستند، محتاج و کمک هر یک ما و شما هستند. راستش دو برادر از طرف تاجیکستان الحمدلله برادر ما زیاد هستند. نوارها روان کردن که یعنی حال احوال مردم تاجیک در تاجیکستان، انسانایی که اصلا که شرایط ندارن. اکثریت ما شما در قشلاق در هر جا داریم شناس ها، یار و رفیقا، خویش و اقربا نیازمند هستند. حرکت کنیم که حد اقل 1 سوم 2 سوم 10 سوم انسانی که نیازمند هسته والله که 1 روبل برای او سوم است. انسانی که نیازمند هستن که 1 سوم برای او سوم است. وقتی که نیازمند محتاج هستی، الحمدلله که این روز ما و شما شرایط ممکن هست حرکت کنیم، دستگیری کنیم. الله سبحانه و تعالی قادر است، میتونه که جای ما و شما را مبدل با جای مکان اینها بگذارن. الله فرموده است که لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. شما شکرانه نعمت های ما بکنیم از زیادش میکنه، شما اگر کفران نعمت مکنه ما غضب ما عذاب ما بالای شما میارم. حالا که الحمدلله که الله غضبش بالای ما و شما نآورده است، شکرانه کنیم تا اینکه الله زیادش بکنه و دستگیری کنیم اون اپاها و اون اکاها و اون دادرها و اون خواهران و اون مادران و اون پدران کلان سال نیازمند هستن. حرکت کنیم، اونها رو یاردم کنیم، صدقه کنیم، خیر کنیم، زکات خود را بدهیم. نترسین. آخه پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم قسم یاد کرده است که یگان چی کم نمیشه. ما میگیم که آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسوله، یعنی ایمان آوردیم با خدا و با کتابهای خدا و ملائکه های خدا و رسولان خدا. مادامی که ما ایمان داریم که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم حق است و گفتش او باید چکو کنیم سمیعنا و اطعنا، شنیدم و اطاعت میکنیم. اطاعت کنیم انشاءالله که از ملک مال ما و شما یگان چی کم نمیشه. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم قسم یاد کرده است. دوستان عزیز، فرصت را از دست ندهیم، حرکت کنین، کوشش کنین به قدر امکان، به قدر استطاعت. والله که انسان‌هایی را که میشناسیم که بگیم نیازمند بدن، قرضدار بدن، اما ماه شریف رمضان حرکت کردن، کوشش کردن، دستگیری کردن کم بغلا یتیم ها را الله سبحانه و تعالی این روز صاحب زکات دهنده شون کرد. الله قادره، الله رازقه. انسانی که توکل به الله میکنه، الله چی میگه؟ و من یتوکل علی الله فهو حسبه. هر انسانی که تکیه به الله میکنه، توکلش به اون ذات میسپاره، برای بسنده است. الله چی میگه؟ و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. هر انسانی که پرهیزگاری میکنه، تقوا را پیشه میکنه، انشاءالله الله را از همه مشکل ها میبره. خدا از یک جای رزق روزش میته برای او انسان که او حساب و کنار و عدد نداره. از همون خاطر از الله سبحانه و تعالی طلب میکنیم که چنان شیر مردانمون بگردانه که همیشه یعنی دست دراز کنیم یتیما را، کم بغلا را و ابن سبیلا را، انسانایی که در راه ماندگی هستند، انسانایی که نیازمند هستند، محتاج هستند، قرضدار هستند، در ترمه هستند، اونها را دستگیری کنیم تا اینکه روزی از روزها ما و شما را شاید که در جای اونها باشیم. بدک شاید که روزی از روزها بود که ما و شما در جای اونها بدیم، نیازمند بدیم. و اون خاطر برادران عزیز کدامت که شرایط دارین، فقط لله دادی به خاطر الله بگو ما بخشید مش، فقط فراموشش کن، لله که نه اینکه به خاطر اینکه اون شکر گزاریت کنه.
اگر منتش کردی و او منت کن، پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرموده است که المنان لا يدخل الجنة ولو كان معه صلاة و صوم. یعنی منان منتگر داخل جنت نمیشه و اگر که شبم بروز طاعت عبادت الله بکنه، روزه بگیره، شبها طاعت عبادت الله هزینه داری کنه، شب تهجد بخونه و داخل جنت نمیشه اگر که منتگار باشه. دیگرها یعنی میگن که هر انسانی که داد و طلبش میکنه مثل که نعوذ بالله سگ میخره و میپرتویش، پرتافتگی خود را باز میخره، مثل انمونه که تو را طلب میکنی نعوذ بالله. خدا هر یک ما و شما را نگهبان باشه که از اون گونه شخصیت ها نباشیم. اون خاطر دوستان عزیز دعا کنیم که پیش از افطار شدن، پیش از روزه را شکویدن چیکار کنیم؟ دعا کنیم که پروردگارا هر انسانی که بیمار است الله براش شفا عطا فرما، هر انسان قرضدار است خدایا براش رها بده که از قرضداری ببره، هر انسانی که بی فرزند هستند الله برای اونها فرزندهای صالحه و سالمه و سالم نصیبشون بگردانه. انسانی که کم بغل است آرزوی بایگری داره، انسانی که بی فرزند است آرزوی فرزندداری میکنه، انسانهایی که بیمار هستند آرزوی تنصیحاتی میکنه. با همون خاطر کدامت که سلامتیتان خوب است الحمدلله بگین، پروردگار شکرگزار باشین، عبادتش ترک نکنین. کدامت که بیمار هستین پیش از افطار دعا کنین که پروردگار ما را شفای کامل و عاجل عطا بفرما از خزانه غیبت. الله قادر است. صدقا اگر هر یک کدام ما و شما دعا کنیم ان شاء الله که الله که ما داریم که رحمتش غضبش گذشتگی است. و اون خاطر الله رحیم است، الله غفور و رحیم است. هم خاطر ماذا الله سبحانه وتعالى طلب مغفرت کنیم. اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله واوله واخره وعلانيته وسره. دعا کنیم که پروردگار همه گناهان ما و شما را عفو و مغفرت بگردانه، گناه کلان و میده و گناهی که ما در هر آینه کردگیش بدیم الله سبحانه و تعالی گناههای ما و شما را عفو و مغفرت بگردانه. در امان الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.